با سلام و درود خدمت شما زبان آموزان عزیز. به آکادمی منظور بسته کودک جلسه 4 بسیار خوش آمدید. خب همونطور که در فیلم انگلیسی دیدید، میدونم همتون شوکه هستید از اینکه یا خدا بسته کودک سطح بیگینر. من گفتم دیگه این الان hello how are you this is chair این صندلی است this is book اینا رو یاد میگیرم. همونطور که در جلسات اول و دوم سوم دیدید، اکسپوژر ما به زبان انگلیسی نیتیو هستش. چرا؟ چون هدف ما این هستش که شما لیسنینگتون هیچ وقت داونگرید نشه. چون اگه لیسنینگ شما داونگرید بشه، زبانتون رشد نمیکنه. یادتون نره، شما در سطح بالا یا پایین باشید فرق نمیکنه. لیسنینگتون همیشه باید نیتیو باشه. همیشه لیسنینگتون باید فیلم اصلی باشه، زبان اصلی باشه و اکسپوژر قوی باشه. چرا؟ چون شما فردا که تشریف میبرید کانادا، آمریکا یا هر کشور خارجی، اون چیزی که شما میشنوید افراد برای شما انگلیسیشون رو سطح پایین نمیکنن. شما وقتی میرید سر کار، غیر ممکنه که مثلا برای مثال رئیس شما یا همکار شما یا کارمند شما بیاد برای صحبت کردن با شما انگلیسی خودش رو بیاره پایین. غیر ممکنه. بنابراین شما همیشه برای یادگیری زبان اکسپوژرتون باید قوی باشه. این مورد اول. مورد دوم، برای فرزندانتون اگر بسته کودک رو تهیه کردید که خیلی هم مناسب هست، فقط اون قسمت انگلیسیش رو براشون پخش کنید. چون اولا این بچه‌های ما این قسمت فارسی خیلی براشون نه جذاب هست نه مفید. این قسمت فارسی برای شما زبان آموزی که سطح زبانت پایین هست و میخوای از بیگینر شروع بکنی مفیده. اما برای کودکان ما، افرادی که زیر 11 سال هستند، اصلا یادگیری زبان همش باید در قسمت راست مغز انجام بشه. اصلا توضیحات فارسی بی‌معناست. اینو فقط فراموش نکنید. حتی برای کودکانتون وقتی میفرستیدشون به کلاس زبان هم همینطوره. من چون عزیزانی که باهم کار میکنن و معلم‌ها و دبیرای عزیزی که همکاران من هستن، از ما میپرسن، میگن استاد ما با بچه‌های زیر 11 سال چجوری باید زبان کار کنیم؟ میگم تحت هیچ شرایطی شما نباید باشون فارسی صحبت کنید، فقط انگلیسی. میتونی موضوعاتی که داری باش کار میکنید در مورد رنگ‌ها باشه، در مورد حیوانات باشه، در مورد خانواده باشه، در مورد به هر حال اجزای توی کلاس باشه، نمیدونم دفتر، کتاب، در مورد هر چی باش داری صحبت میکنی داره میبینه، داره حس میکنه، میتونه باش ارتباط برقرار کنه. و اگر بخوای در مورد چیزهای باش صحبت بکنی که نتونه باشون ارتباط برقرار بکنه، تو اگر فارسیش رو هم بگی اونا بازم نمیفهمن، فقط باعث میشه که از زبان زده بشن. و اصلا کودکان رو شما نباید درگیر گرامر بکنید، یادتون نره، چون اصلا مفهومی واسهشون نداره. برای بچه‌هایی که انگلیسی زبان اولشونه، در آمریکا کانادا زندگی میکنن، گرامر بی‌معناست تا 11 سالگی. چه برسه برای بچه‌های ما که زبان دوم یا سومشون بخواد انگلیسی باشه. بنابراین باز هم من تکرار میکنم، اون قسمت انگلیسی درس 4 که در مورد تقویم و کلندر هست رو شما همونجوری انگلیسی خام واسه بچه میتونی پخش بکنی و همون قسمتش براش بسیار مفیده. یا قسمت کالرز اگه یادتون باشه، بعد ممکنه بپرسید اوه رنگا خیلی سخت بود. نه، اصلا اگر شما بخوای فارسی معنی بکنی بله سخت به نظر میرسه، ولی در انگلیسی فرد با تمام اون رنگا میتونه ارتباط برقرار کنه. چرا؟ چون ذهنش همون رنگا رو تشخیص میده. اصلا شما دارید ذهن رو در واقع توسعه میدید دیگه. برای همین اون کلاس انگلیسی رو شما کامل میتونید برای فرزندتون پخش بکنید. قسمت فارسی خیلی نیازی نیست، مثلا شاید مفید هم نباشه. اما برای شمایی که 30-40 سال سن دارید، 20 خورده سال سن دارید، بالای 11 سال هستید و سطح شما بیگینر هست و این بستر رو گرفتید برای اینکه از الفبای انگلیسی با رنگ‌ها، با خانواده، با تقویم، با موضوعات بسیار بسیار پایه و اساسی زبان انگلیسیتون رو بسازید بیایید بالا، شما همون فیلم انگلیسی رو باید بارها و بارها نگاه بکنید و هم فیلم فارسی رو، و حتما توی دفتر باید نکات رو یادداشت کنید. ممکنه بپرسید که استاد من فیلم انگلیسی 10 دقیقه اول هیچی نفهمیدم، شما داشتید تقویم قمری و تقویم شمسی و اینا چیه؟ من اصلا اینا رو باید یاد بگیرم. اولا که شما هر چی توی این 24 بسته است رو باید یاد بگیرید. چیزی نیست که نباید یاد بگیرید. علم سانسوری نیست. این یک. دو، اون چیزی که خیلی مهمه اینه که هر چی شما در جلسه 1 یاد میگیری رو بنویسید، 2 یاد میگیری رو بنویسید. این رسیدن به تکامل زبان انگلیسی 144 پله است که تو بسته کودک 6 پله‌شو شما میای بالا، در بسته مکالمه 6 پله دیگه.
در بسته سفر 6 پله، این میشه 18 پله بیگینر. باز دوباره 18 پله برای intermediate هست، elementary هست، upper intermediate هست، advanced هست و شما رو میرسونه 18 پله 18 پله 18 پله به پله 144 و وقت زبان شما تکمیل میشه. بنابراین اون پله اول رو شما اگر پر نکنید نباید بیاید پله دوم. دقت کردید؟ یعنی پله اول که الفبا انگلیسی بود، خب دیگه مشخصه اون ابتدای کاره. لغتایی هم که یاد گرفتید باید همه رو یادداشت کنید. اما پله دوم که میشه خانواده، پله سوم که میشه رنگ ها، پله چهارم که میشه تقویم، 100% تمام لغت هایی که توی درس امروز دیدید در قسمت انگلیسی همه رو باید شما بلد باشید. از اون واژه اول که کلندر میشه تقویم تا when do you celebrate the new year، شما کی سال جدید رو جشن میگیرید در کشورتون. و بعد ما میرسیم به 4 نوع تقویم. ببینید دوستان، ما 4 نوع تقویم داریم. تقویم قمری داریم، تقویم شمسی داریم که در ایران ما استفاده میکنیم، تقویم مسیحی که همین ژانویه و فوریه هست که بهش میگن گریگوریان کلندر، و تقویم چینی هم داریم. البته میگم تقویم‌های دیگه هم داریم، حالا اینها رو ما بیشتر شاید باشون کاربرد داشته باشیم. مثلا ما ایرانی ها که خب با تقویم شمسی خیلی سر و کار داریم در ایران عزیزمون و خب تمام به هر حال به سری مراسم مذهبی اونها در واقع برمیگرده به تقویم قمری و تقویمی که مسلمان ها استفاده میکنن. و بعد ما تقویمی داریم که اکثر کشورهای دنیا دارن ازش پیروی میکنن، هم تقویم در واقع گریگوریان یا مسیحی هستش، تقویم غرب هستش، ژانویه، فوریه، مارچ، که هدف یادگیری امروز ما این تقویم است. البته ما تقویم دیگه هم داریم، تقویم چینی که شما اگر به هر حال به اون سمت دنیا برید اصلا یک داستان دیگه است. ماه‌ها حالت عددی دارند و شروع سال از بهمن ماه، همونجوری که میدونید بعضی سال‌ها 8 بهمن ماه، بعضی 18 بهمن ماه و بر تقدیر هر سال چینی هم که برای خودش یک حیوان خاص خودش رو داره. سال موش بود پارسال، سال گاو امسال و سال بعد سال ببره. حالا من نمیدونم بستر رو شما کی ببینید، ولی سال 2022 میشه سال ببر. بر تقدیر شما وقتی میایید اینجا ببینید دوستان، قمری در واقع اون تقویم قمری، این جمله خیلی مهمه که شما میتونید بخونید و در واقع ترجمهش بکنید. The lunar calendar یعنی تقویم قمری is based on، بر پایه شده، on the rotation، بر روی چرخشه. روتیشن میشه چرخشه. پس اگر نمیدونید واژه رو بنویسید یه گوشه. خب یعنی انگلیسی که شما می‌خواید یاد بگیرید 80000 لغته. حالا 80000 تاش شما رو به سطح زبان کامل نمیرسونه و همه رو یاد گرفتن اصلا بی‌معنی است. ولی حدود 10000 تاش هست که خیلی مهمه. تو این 24 بسته من سعی کردم حدوداً این 10000 تا رو، حالا کمی هم بیشتر رو باهاتون کار بکنم. میتونید اینا همه رو بنویسید که در واقع داشته باشید. توی این 24 بسته من این 10000 واژه رو تا حدودی با شما کار میکنم. خب برای همین اون فردی که این 24 بسته رو میگذرونه میتونه به یک توانایی خوبی از زبان انگلیسی برسه. بنابراین شما که میبینید اینجا روتیشن باید سریع بنویسید. واژه‌ای در هیچ درسی نباید باشه که شما بگذرونی ولی ندونی. که از بچه‌ها میپرسید که استاد پس این جلسه نیست، این خودش هر جلسه یک کتابه. بله، شما تا کتاب 1 رو تموم نکردی نرو کتاب 2. حالا اسمش رو می‌خوای بذاری جلسه، فیلم، جزوه، کتاب، درس، چپتر، اصلا برای من مهم نیست. اون چیزی که برای من مهمه اینه که قسمت 1 فیلم فارسی و انگلیسی واژه‌ای به شما یاد داده شده، همه رو شما تو دفتر بنویسید. اگر این کارو با یکی نکردید اصلا 2 نرید، الکیه. میتونید فیلم نگاه بکنید، مثل یوتیوب نگاه کردنه، شما رو به جایی نمیرسونه. ولی اگر میخواید به نقطه‌ای برسید با این فیلم ها میتونید برسید. منوط بر این که فیلم ها رو اینقدر نگاه بکنید که تک تک واژه هاش رو توی دفتر بنویسید، به شکلی که شما در پایان هر درس، کتاب، چپتر، هر چی اسمش رو می‌خواید بذارید، در پایان هر، من بهش میگم پله، در پایان هر پله تمام توانایی های اون پله رو به دست آورده باشید. دقیقاً مثل آدمی که پاشو کامل روی پله گذاشته، نه 2 تا انگشتش رو، نه رو هوا. بعد اگه بخواد بره پله دوم، خب پاش لیز میخوره، پیچ میخوره، با سر میخوره زمین. یعنی شما اگر پله 1 رو کامل یاد نگرفتی، پله 2 نباید. اگر میری، مسئله این نیست، به هر حال دموکراسی دیگه، آزادی، هر کی هر کاری بخواد میتونه بکنه. ما همه ما همه مجازیم که هر کاری میخوایم میکنیم.
و البته انسان هم جایز الخطا است. ولی در انتها به نتیجه نمیرسید. اون وقتی به نتیجه میرسید، وقتی میرید باشگاه، استاد میگه خب الان 18 تا بعد مثلا شنا بری. چون میگه من یه دونه رفتم دیگه، ان شاءالله خوب میشم، بدنم میاد رو با همون یه دونه. همه قبول داریم که با اون یه دونه نتیجه نمیگیره. شما توی هر درس اگر مثلا 30 تا لغت، 20 تا لغت، 10 تا لغت جدید براتون هست، اگه همه‌شو یاد بگیرید خب اون پله رو گذروندید، پله بعدی مفیده. اما اگر نه، 2 تا لغت جدید رو گذروندید و تمام رفتید فیلم بعدی، 100% شما به نتیجه نمیرسید. فیلم‌ها رو می‌بینید، لذت می‌برید، اوقات خوبه، تخمه آدم میشکنه و فیلم‌ها رو نگاه می‌کنه، ولی به نتیجه نمیرسه. اگر می‌خواید با این سیستم آموزشی به نتیجه برسید، مثل عزیزانی که تو این 22 سال نه ایرانی، غیر ایرانی ها هم به نتیجه رسیدن، فیلم‌های انگلیسی رو بدونید اون درس اصلی شماست و فیلم‌های فارسی رو بدونید کمک آموزشی شماست. برای ایرانی ها اختصاصی طراحی شده. بنابراین این دوتا کنار هم میتونه شما رو به هدف برسونه. بنابراین واژه روتیشن رو الان باید بنویسید، یعنی چرخش. خب rotation of the moon یعنی چرخش ماه around the earth، در دور زمین. and it is used و استفاده میشه in Islamic countries، در کشورهای مسلمان مانند عربستان سعودی. درسته؟ حالا نکته جالبی که شاید حالا نمیدونم میدونستید یا نه، ولی جالب بدونید اینه که علیرغم اینکه تقویم ما 365 روز داره، تقویم قمری 365 روز نداره، 354 روز داره، 11 روز کمتر. برای همینه که هر سال، حالا ماه رمضان، عید فطر، عید قربان، عید قدیر، هر عیدی که ما در مناسک اسلامی ازش در واقع تجلیل میکنیم و یاد میکنیم، اون عید اگر دقت کنید هر سال 11 روز میره عقب. مثلا اگر ماه رمضان توی تابستون بود، حالا اومده توی بهار و کم کم میره عید و بعد میره تو زمستون و بعد دوباره میره تو پاییز و 33 سال طول میکشه تا ماه رمضان اگر الان در فلان ماه مثلا اردیبهشت یا فروردین هست، 33 سال طول میکشه که دوباره برگرده در اون ماه. چرا؟ چون هر سال قمری 11 روز کمتر از سال شمسی هستش و سولار کلندر میشه سال شمسی، سال خورشیدی. علیرغم اینکه خورشید میشه سان، ولی وقتی میخوان میگن خورشیدی نمیگن سانلی، میگن سولار. حتی وقتی میخوان بگن مثلا انرژی خورشیدی میگن سولار انرژی. میخوان بگن سال خورشیدی میگن سولار ییر. درسته؟ پس سولار رو یادتون نره از فرانسه میاد، چون خورشید به فرانسوی میشه سولی و برای صفت کردنش انگلیسی ها از لغت فرانسوی کمک میگیرن. چرا؟ چون زبان انگلیسی کودک زبان فرانسه است. زبان فرانسه زبان مادره و انگلیسی علیرغم اینکه خب تو این 200 سالی که بریتانیای کبیر دنیا رو گرفت، ولی فرانسوی‌ها هیچ وقت متقاعد نشدن که زبان انگلیسی رو باید یاد بگیرن. برای همین شما اگر همه جای دنیا برید مردم انگلیسی به هر حال صحبت میکنن دست با شکسته، ولی در پاریس نه انگلیسی بلدن نه علاقه‌ای دارن یاد بگیرن. در کبک کانادا نه انگلیسی بلدن نه علاقه‌ای دارن یاد بگیرن. چرا؟ چون حسی که فرانسوی‌ها به انگلیسی دارن یه جورایی حسیه که ما به زبان عربی داریم. یعنی علیرغم اینکه زبان عربی خیلی زبان خوبیه، در یه زمانی اعراب دنیا رو گرفتن، حتی ایران رو، ولی ما چون قبل از اعراب بزرگترین امپراتوری جهان رو داشتیم در زمان کیانیان و همون هخامنشیان، برای همین برامون قابل هضم نیست. یه همچین تراژدی برای انگلستان و فرانسه اتفاق افتاد. یعنی فرانسه به هر حال یک امپراتوری بزرگی داشت و زمان لویی 14 که کاخ ورسای رو درست کرد، ایشون رو میگفتن روا د سولی، یعنی شاه خورشید، خورشید شاه، اصلا معروف بود لقبش. لویی 14 مرد بزرگ، واقعا مرد بزرگ. ایشون انقدر با اراده بود که رفت در 20 کیلومتری پاریس یک کاخی درست کرد که واقعا بزرگترین کاخ جهان. حالا نمیدونم تا الانم تا حدودی کاخ ورسای رو ما آینه کاری که داخل اون کاخ هست هیچ جای دنیا وجود نداره. به این طول و عرض و ارتفاع آینه کاری رو ما هیچ جا نداریم.